مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز برنامه درود به مخاطبین عزیز برنامه پشت پرده. اولش آدم میخواد با انرژی شروع بکنه، با هیجان شروع بکنه، نمیتونی توفق بده. اولش امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر کجا که هستید جیبتون پرپول باشه، سالم و سر حال باشید و دوستانی که حشری اند عصبی هستن این ویدیو رو حتما تا انتها ببینن، چون خوراک دوستان حشری عصبی و اینجور صحبت هستش. چون ماجرای این ویدیو برمیگرده به پشت پرده اون فیلم فرسان بود، اون 4 نفر با یه نفر، یعنی یه دختر بود 4 تا پسر و من دارم هر جوری حساب کتاب میکنم این دختر 4 تا اینا. خلاصه این فیلم لو رفت و معروف شد به فیلم دختر رشته و خیلی ها پیگیر و جویای حال اون دختر بودن و خیلی های دیگه هم خیلی دوست داشتن که جای اون 4 تا پسر بودن. دروغ نگو، من میدونم که دوست داشتی که جای اون پسر حداقل تو این حال رو تجربه میکردی و یه عده دیگه هم مثلا کرکوپر پشمشون ریخته بود، گفتن که اصلا این نوع پوزیشن و این نوع سبک زدن در همه جای جهان قفله. یعنی 3 سامو داشتیم و البته بعد به شما بگم که این 4 سام نبوده 5 سام بوده، یعنی 5 به 1 بوده و جوی پروندهش بودم. گفتم اصل پرونده چی بوده که دوستان آدم فروش و دوستانی که فعال هستن در این حوزه اومدن و یه سری دیتا و آمارها از این دختر به من دادن که این دختر گویا الان یه 2-3 روزی هستش که آزاد شده و خیلی شیک و مجلسی داره تو فضای مجازی فعالیت میکنه به عنوان بلاگر. یعنی یه سری از این بلاگرها هستن که نشون نمیدن کار یه داره میکنن، ایشون از قبل نمونه کاراشو نشون داده، اومده وارد فضای بلاگری شده و گفته که بیدار شو. ببین اصلا یه دونه استوری گذاشته گفته بیدار شو رفیق و مثل منی که با 5 نفر بودم بیا و پر انرژی وارد این حوزه بشو. دوست عزیزمون فعالیتش رو شروع کرده و ملت حشری اند عصبی اند جغی اومدن و ایشون رو فوج در فضای مجازی فالو کردن به عنوان یک بلاگری که تونست از تمام توانایی‌هاش استفاده بکنه و آزاد شده. البته پیش از این اون 5 تا پسر آزاد شده بودن و یکی از اون پسرها باباش رئیس بانک، یکی از اون پسرها باباش رئیس بیمارستان، یکی از اون پسرها ورزشکار بوده، یکی از پسرها هم دست بر قضا آقازاده بود و مدیر یکی از این بخش‌های مختلف استانداری این دوستان گیلان بوده. شما ببینید که چه کردن این دوستان، هر چقدر که سمت بالاتر، لول بالاتر، طرف پزشک بوده، عجیبتر، حشریتر، هر چقدر باباه سمتش دولتیتر، عصبیتر، یعنی حشریان سرقات. پسرا که آزاد شدن همشون، اما هیچ کدومشون اجازه فعالیت تو فضای مجازی رو ندارن و گفتن توی عموم نباشه. دخترم گویا از تمام تواناییاش در حین زندان تونسته استفاده بکنه، از انواع اقسام لابی استفاده کرده و آزاد شده و گفته بیدار شو و بیدار شده و برای مردم توضیح داده که دوستان عزیز این توانایی‌های من مال 5 سال پیش 5 سال پیش بوده و من 5 سال پیش اومدم و این فیلم ها رو تهیه کرده بودم و نباید منو قضاوت بکنید. حالا اینو بهتون نشون میدم، یه پرانتز من این وسط باز بکنم، وسط این ویدیو رو جر بدم. اگر دوست دارید که ویدیوهای ما رو ببینید حتما کانال یوتیوب پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، چون دوستان برمی‌دارن این ویدیو رو بدون اجازه ما میذارن تو اینستاگرام، مفت قضیه رو میبینن. اینستاگرام خودم براتون بندازم پایین، عشق کنید، حالشو ببرید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید چون که یه سری فیلم‌ها دارم بعداً براتون پخش میکنم از ایشون جای دیگه، حالشو ببرید. فقط هم تو یوتیوب خودم میذارم، هر کی هم بذاره کپی رایت. حالا و جالبه که در استوری بعدی ایشون روخ کار خوبی نشون دادن و گفتن که شاید خیلیاتون نخواهید قبولش کنم، خیلیاتون نخواهیم قبولش کنیم. حالا من اونجا داشتم میخوندم، دور بود اینجا میخوندم. ولی 5 تا صفتی که بیشتر به چشمون میاد همونایی که حس میکنیم تو خودمون داریم و سریعتر میتونیم تو دیگران پیداش کنیم و شناسایی بکنیم. یعنی این دوست عزیزمون، این دوست قریبمون اومده خیلی غیر مستقیم اشاره کرده که به من نگید خراب، خودتون خرابید و این صفت‌ها رو برای من به کار میبرید. من خیلی عذرخواهی میکنم خانم 4+1 و 5+1، یعنی اصلا 5+1 مال شماست. این سیاسی‌ها که میرن میشینن اونا اصلا قفله، اصلا اونا رو ما حرفی باشون نداریم. شما خودتون شخصا 5+1 رو
کشیدید و چشیدید و با پوست و استخون حل کردید و 5 به علاوه 1 میگید مال 5 سال پیش بوده. ببینید تو وایسشو میذارم گوش بدید. اولا یکی اومده بهش دایرکت داده که الهی قربون بیگناهی، اگه فلان تو زیر 3 تا مردم متعل همزمان خوابیدن گناه نیست، پس دقیقاً چی گناهی؟ شما گفته که اسکل پشت پلشت 5 سال پیش که هر 4 تامون مجرد بودیم اینقدر گوه نخور. یعنی میگه آقا ما با 4 تا بودم، یعنی گردن گرفته 4 تا رو، میگه گوه نخور. یعنی من میگن طرف رفت کون داد، بعد بهش گفتن که کون دادی پولم گرفتی؟ گفت بعد فکرامو بکنم، ولی فکر کنم بهم توهین کردی، ولی پول نگرفتم، اون بهم توهین نکن. هم شده داستان این اشته گوه که تو خوردی عزیزم که ذاتتم گویی شده. اگه راست بگی برای 5 سال پیش بازم چیزی از جدید کم نمیکنه، از بچگیت هم بودی و ذات خراب درست نمیشه. بنده خدام فکر کنم اینی که براش این دایرکتو داده احتمالاً یه کسی بوده تو صنف خودش و گفته که تویی که تو صنف منی بازار منو خراب کرد. دخترم وایس داد، وایسای دخترم باحاله، با هم میشنویم. وقتی نمیدونی اصلا چی بوده داستان، دهن کثیف تو وا نکن، هر گوهی نخور. داستانی نبوده دیگه، یکی میخواسته بکنه یکی میخواسته بده دیگه، راست میگه داستانی نبوده، شما چرا داستان درست میکنید؟ این گوشی رو بذار من فیکسش کنم. یکی داده یکی گرفته دیگه، داستانی نبوده. بعد خودتون داستان درست میکنید. یه 4 نفر آدم بودن یه سوراخ پیدا کردن، هر کی هر جایی تونسته فرو کرده دیگه. بعد میدیدید این فیلمو. مثلا وقتی که این فیلمو دیدم سوی چشام زیر چشام سیاهی رفته، اینقدر چیز بود. ولش کن. آره داستانی نبوده که. خب معلوم نیست خودت چه بچی هستی که انقدر رو کونت مونده، دلت میخواسته اونجوری باشی. اینو خدایی راست میگه، اینو خدایی راست میگه. چه اکسنتی هم میگه، یعنی امریکن اکسنت اومد این جمله و واژه زندگی رو گفت. خب بقیه‌اش انقدر بی ارزشی، ذاتت کثافته. خب اصلا لیاقت اینو نداری که من بخوام بهت وایس بدم، یعنی در حدی نیستی که بخوام انرژیمو واسط مصرف کنم. بیچ یعنی یه جوری هم صداش اینطوری کرده. نه این ایشونه. نه تازه ویدیو هم گذاشته، حالا در خصوص وایس قبلی توضیحات کاملا رو خواهم داد، اما ویدیوشو بشنویم ببینیم. Hello. It's over. I told my wife. Who is this? یعنی براگری رو شروع کرد با یه الو، گفت آقا تماس بگیرید اینم بندازم اون واسه. چیز خاصی نیست دوستان عزیز، میرید به 4 نفر همزمان میدید، میاید و معروف بشید و با این فیلمتون دیگه آدم ها لازم نیست با این عکسای لختتون برن بزنن، میرن فیلمتون رو میبینن میزنن و میاید تو فضای مجازی و ملت حشری عصبی جقی دست به جیب میان شما رو فالو میکنن. چرا میگم دست به جیب؟ یعنی شما کافیه که یه فعالیت کلاهبرداری تو فضای مجازی کنید، ملت دست میکنن تو که فوج میخرن. اون یه ویژگیشونه. ویژگی بعدی حشری عصبی بودنشونه. حشریت میزنه به بشریت و ماجرا همین شده. ماجرا الان هم آزاد شده و داره زندگی میکنه، فعالیت بلاگری میکنه و ببینید تو این عرصه چقدر موفق خواهد بود. آفرین به این شخص، آفرین به این حضور، آفرین به این شعور که تونسته انقدر قوی خودش رو وارد این فضای مجازی بکنه. با یه دادن سنگین اومد تو این فضا و ایشون میتونه تجربیات گوهربارش رو برای کسانی که فیتیش تریسام فورسام دارن بگه. و ایشون اگر تجربیات فورسام و تریسامش رو بگه، به جرئت میتونم بگم فروش پکیج این آدم میشه جز پرفروش ترین ها، چون تو اون مملکت جدیداً فیتیش تریسام مد شده. اگر میگی نه، برو یه سر کوچت بزن، سر کوچت هم سر بزن. همون که بله. یعنی باور کنید تو مملکت اصلا اینا که هیچی، بابا سویچ پارتی اومده. سویچ پارتی میدونید چی؟ قبلا گفتم یه ظرفایی رو میذارن دم در یه جایی، طرف زنش رو میذاره تو ماشین، خودش میاد وارد پارتی، کلیدش رو میندازه توی ظرف، توی باکس، میره داخل، مشروب، مواد، گل، کوک، هر گویی از میزنه، دوپس میاد دستشو میکنه تو اون جعبه، ور میداره یه کلیدو، میره بیرون، میزنه. هر ماشینی بود با زن طرف میره. یعنی این قضیه تو کثافت ترین جای جهان هم قفله، اما تو ایران قفلش بازه و رزروی داره تا سال آینده. یعنی الان بخواید برید توی اون کلید پارتی و سویچ پارتی زنتون رو ببرید یکی دیگه ترتیبشو بده، باید 1 سال صبر بکنید نسبت به این آدمایی که مریض فکری و جنسی ان.
و هستا اسمش اون مملکت مسلمانه، ولی فیتیشای تو اون مملکت هست که در ممالکی که اصلا خدا قرآن رو قبول ندارن این فیتیشا نیست، قفله. به خاطرش، به خاطر اینکه شما هر چقدر جامعه رو محدودتر بکنید، هر چقدر جامعه رو بسته تر بکنید، هر چقدر آدما رو بخوای هول بدی به سمت بهشت و امام و انقلاب اسلام، در میره دیگه. الان در رفته. این شده وضعیت جامعه ما. طرف با افتخار میاد میگه 5 سال پیش بوده. یعنی ببین اینقدر این جامعه شده که به سمت وقاحت بابا تو جامعه آزاد اروپایش، تو همین آلمانش هم شما بیای با 4 نفر پسر باشی، با 4 تا آدم باشی، آدما اصلا نگاه دیگه‌ای بهت دارن. چرا فکر میکنی تو اروپا و امریکاش این چیزا آزاده؟ نه بابا، اینجا محدودترن. توی ایران شما هر مثلا محله مسجد دارید، اینجا هر 100 متر یه کلیسا وجود داره. یعنی سیستم مذهبی توی اصلا سیستم مسجد و آخوندا از این اروپایی‌ها کش رفتن. اینجا سیستم مذهبی ترن اگه بخوایم حساب بکنیم، اگه به معنای واقعی کلمه اون مسیحیاشون، آدمایی که اینجا هستن بخوایم نگاه بکنیم. باز توی این مملکت رفتاری که یه سری آدما توی ایران میکنن قفلش هنوز باز نشده. تو اروپا طرف آخر هفته ماهی یه بار یه عرقی مشروبی بخوره تو این اروپا. تو ایران هر روز پارتی میکنن، عشق و حال، مستی نیست. یه سری بزنید به این رستوران‌های مختلف، حالا وسط به بالا شهرهای مختلف ایران، نمیگم تهران. اینا واقعیتی که بعد گفته بشه. میدونم تلخه، یارو میگه نه آزاد. بابا بشین سر جات. این دارویی که یه سری آدم‌ها دارن برای شما تجویز میکنن و نمیدونم آروغ روشن فکری براتون میزنن و این صحبت‌ها رو میکنن، واقعیتش همونیه که من دارم بهتون میگم. میخوای خوشت بیاد، میخوای خوشت نیاد. بعد این آدم که این کارو کرده، یه سری آدم اومدن طرفداریشو کردن، میگن آبروی مؤمن. من ریدم تو اون مؤمنی که همزمان بخواد با 4 تا آدم باشه. ببخشید ما هم بی‌ادبی میگم. خانواده میشینه ویدیوهای منو میبینه، من معذرت میخوام ازتون، ولی مثل اینکه چون کسایی که این نوع ادبیاتو دارن و این نوع تفکر رو دارن، باید با همین ادبیات باشون صحبت کرد. من عذرخواهی میکنم از پدرها و مادرها، آدمایی که من خیلی مخاطبایی دارم خارج از کشور که سن پدر منو دارن، مادر منو دارن، منو میبینن توی جای مختلف دیسکو میسکو در حال غیر دادن، میان با هم سلام علیک میکنن و فلان اینا، و هم داریم اونجا عرق و قلیون رو میزنیم. من تعارف ندارم. خب دختر این برام نگم برات خب میام با من سلام علیک میکنم، دمشون هم گرم. ولی میخوام به شما بگم که توی اروپاش هم همچین چیزای قفله. بعد این قفش تو جامعه ما باز شده، این قفش تو جامعه ما ریخته. به راحتی هم دارن راجع به موضوعات صحبت. در صورت این نگاهیه که ما داریم نسبت به این افراد. اول ویدیو من شروع کردم تو پسند آخره. مرسی. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر حال کردید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم.